درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. دیروز در چین در خیتای در لیگ GCK MMA محاربه برگزار گردیده بود و در آنجا 3 ورزشکاری تاجیک اشتراک کرده بودند و حالا من شروع میکنم از فریدون شاهنظرов در آلمان زندگی میکند و خیلی خوب هم هست و متاسفانه دیروز بر ضد کمال جلاوف با طریق نکاوت تکنیکی مغلوب شد. کمال جلاوف باشد از داغستان است و در ترکیه زندگی میکند و پرچم ترکیه رو میبردارد. متاسفانه فریدون شاهنظرов مغلوب شد. من امیدوار بودم که از همین 3 نفری که از تاجیکستان برآمد میکنند حداقل فریدون شاهنظرов دست بالا می شود و متاسفانه او مغلوب شد با طریق نکاوت تکنیکی. و دوم باشد میرزابек عمرов از تاجیکستان با قرار یکدلانه داوران حسنجان انورов رو از ازبکستان مغلوب کرد. میرزابek عمرov خیلی خوب هم اشتراک کرد، خیلی خوب با فکرم که قهرمانی تاجیکستان آید به سامبو است و خیلی خوب هم گشتین گرفت و راستا هم خیلی خوب جنگ میکرد که حریفش رو یگان شانس نداد و با قرار یکدلانه داوران میرزابek عمرov دست بالا شد. سیوم باشد قلندر تبارов بهترین محاربه نشان داد بر ضد یک ورزشگری چینایی اردانا ایخنگونر، متاسفانه اسمش خیلی مشکل است و قلندر تبارov با طریق بوغی کردن حریفش رو شکست داد و بهترین محاربه نشان داد که فکر میکنم آینده خیلی خوب دارد. دوستان، در لیگ GCK MMA چین دیروز 3 نفر از تاجیکستان برآمد کردند، 2 نفر دست بالا شدند و متاسفانه 1 نفر مغلوب شد. به هر حال با فریدون شاهنظرov موفقیت خواهانیم. انشالله اون جوان است و در آینده تجربه خوب میگیرد و حتما در این لیگ قهرمان خواهد شد. دوستان، با ورزشکاران تاجیک در کامنت ها موفقیت آرزو نمایید و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. ما رو بعد کم از 2 هفته ACA در ازبکستان انتظار است و در آنجا بهترین ورزشکاران تاجیک اشتراک خواهند کرد و من حتما به شما در هفته آینده در این بابت به شما معلومات میدهم و امیدوارم که ورزشکاران تاجیک در ازبکستان همش دست بالا میشوند در ACA. دوستان، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد تا امید دیدار.